چند بار تا حالا با شور و انگیزه شروع کردی؟ باشگاه ثبت نام کردی، زبان خواستی یاد بگیری، یه پروژه شروع کردی. اما فقط چند روز بعد همه چی یخ زد؟ میدونی چرا؟ چون تو تنبل نیستی، فقط ذهنت هنوز نفهمیده چرا باید ادامه بده. ما از شکست نمیترسیم، از خسته شدن میترسیم. مغز ما طوری طراحی شده که لذت کوتاه مدت رو به نتیجه بلند مدت تر ترجیح بده. به همین دلیل وقتی هنوز نتیجه‌ای ندیدی، مغزت میگه ولش کن، ارزش نداره. اما بدون نتیجه گیری هیچ موفقیتی به وجود نمیاد. همیشه از فردا شروع میکنی چون فکر میکنی امروز آماده نیستی. اما اون فردا هیچ وقت نمیاد. تو فقط داری انگیزه مصنوعی میسازی و هر بار که ول میکنی ذهنت باورش میشه من هیچ کاری رو تا آخر نمیبرم. اینجاست که اعتماد به نفست شروع به نابودی میکنه. یه روز از خواب بیدار میشی و از خودت خسته ای، از اینکه نیمه کاره ای، از اینکه همیشه میخوای ولی نمیکنی. و اون روز بهترین روز زندگیته، چون بالاخره قبول میکنی که مشکل بیرون نیست، درون توئه. هر بار که کاری رو تموم میکنی، حتی کوچیک، یه پیام به مغزت میفرستی: من آدمیم که کارهاش رو تموم میکنه. همین جمله ساده مسیر زندگیت رو عوض میکنه. از امروز تصمیم بگیر فقط یک کار کوچیک رو کامل انجام بدی، نه برای دنیا، برای خودت. تو نیمه کاره نیستی، تو فقط یادت رفته چقدر قویی. جهان به آدم‌هایی نیاز داره که تا آخر مسیر میرن، حتی وقتی کسی تشویقشون نمیکنه. پس از همین امروز شروع کن، نه کامل، فقط واقعی. فیگر لایف، جایی برای آدمایی که نمیخوان وسط راه بمونن.